با سلام خدمت شما دوست عزیز. ببین این یه نمونه سلیمانی رگه داره. این یه نمونه سلیمانی رگه داره. ارزم به حضورت از این سلیمانی هم هست که مثلا اگه دوست داشته باشین این سلیمانی یعنی همه 100 نمونه سلیمانی ما داریم اینجا. به قول معروف گفتن این سلیمانی ژئود دارن. سلیمانی معمولی چی بهتون بگم، این سلیمانی هست. اینجا مثلا انواختم میگیم مثلا این شفت العبد، این شفت العبد، این شجر قائنات، این میگیم مثلا عقیقه سقله است، شجر خزه‌ای، شجر دریایی. ارزم بزرگ مثلا این یه نمونه شجر سلیمانیه. فکر کنم مثلا این نمونه هم داریم از سلیمانی ها. این نمونه های مختلف مثلا این سلیمانی هم هست. ارزم به حضورت این نمونه ها هستن، سلیمانی ها هستن، عقیقای هستن. بالاخره هر نمونه که بخوای مثلا الان برای دوستانمون مثلا این نمونه رو میزنیم بهشون. از این نمونه یه انگشتر رو مثلا برای دوستان میزنیم. این عقیقه درجه یکه، یعنی پالیش نخورده ولی خب عقیقه دریاییه. دیگه ارزم به حضورت مثلا عقیقای مدادی هم اونا سلیمانی ها ژئود دارن. سلیمانی ژئود داره، عقیقه سبز، عقیقه نمونه که بخوای من عقیق دارم. سلیمانی های متفاوت هم هستن. سلیمانی ژئود داره. این یه نمونه سلیمانیه. من بهت نشون بدم که این سلیمانی ژئود داره، آمیتیس داره. این دورش تمام سلیمانی 3 طبقه است، پله‌ای داره. هر نمونه که بگی مثلا این قسمت من ببین این نمونه سلیمانیه. اون سلیمانیه که شما مد نظرتونه اینا هستن میبینی. یا این سلیمانی مثلا، این سلیمانی هم سلیمانی قشنگیه. اینا پالیش بشن، اینا پالیش نشدن اصلا رافن. سنگ‌های زیادی هستن که مثلا سلیمانی که مثلا بخواد بزنی، سلیمانی زیادی هست.